در مورد اضطراب خب حالا علامت مشخصش اینه که ترس و نگرانی زیادی نسبت به آینده داریم ما وقتی که مضطرب هستیم. یه سری علائم فیزیولوژیک رو تجربه میکنیم، مثلا ضربان قلب بالا، احساس میکنیم که دلمون انگار بعضیا میگن انگار دارن رق میشورن و تعریق زیاد. اینا علائمی هست که خب توی اضطراب دیده میشه، مخصوصا اون دلشوره و دلنگرانی و ترس از آینده که همش فرد احساس میکنه که شاید یه اتفاق بدی در آینده بیفته یا امور مثلا قابل پیش بینی نیستن، قابل کنترل نیستن و به همین خاطر اضطراب رو تجربه میکنه. در مورد افسردگی اگر که بخوایم صحبت کنیم، افسردگی بیشتر فرد به گذشته میپردازه، خاطرات و اتفاقات و تجربیات و چیزایی که تلخ بوده، منفی بوده، شکست بوده، اینا رو بیشتر به خاطر میاره. من همیشه مثالی که میزنم میگم مثل این که شما توی ذهنتون 2 تا کانال دارید، یک کانال پردازش و به یادآوری و به خاطر سپردن اطلاعات مثبت و شاد هست، یک کانال هم محل پردازش، ذخیره کردن و به یادآوری در واقع تجربه های تلخ و شکست ها و ایناست. وقتی که آدم میره تو فاز افسردگی انگار اون کانال مثبت خاموش میشه و دیگه فقط اون کانالی که پردازش منفی داره روشن هست و داره کار میکنه. به خاطر همینی که فرد اصلا خیلی وقتا تجربه های مثبت قبلیش رو اصلا به خاطر نمیاره و فوکوس میکنه، توجه میکنه روی اون تجربه های منفی که داشته.